در بالکن نشستم و همراه همسر متوفا برنامه ها را تنظیم کردم. آن زن برایم داستانی تعریف کرد که چگونه شاید نمایش را به تماشاگران نشان می‌دادند. زن جوان می‌خواهد خواننده اپرا شود اما می‌ترسد. زن مسن نیز در گذشته می‌خواسته خواننده اپرا شود اما آن را رها کرده و بقیه روزهایش را در بالکن تئاتر زندگیش تلف می‌کند. بعد از تولید نتیجه کار این بود: این دو زن در هر برو که بریم برای یه روز خوشگله دیگه. بله یعنی every single day we have the same issue. Oh my god, what can I do? میخوام بیام بیرون. خب از این ساعت شروع میکنیم روزمون رو. انشالله بریم ببینیم که مسابقه کاری چطور پیش میره. رفتیم همون وقت میخواستم گفتم زنگ میزنیم فکر نکن. خب این شما و اینم وعده غذایی برای اینکه یه بتونیم صرفه جویی بکنم توی وقت و زمان و آنی غذا از خونه آوردن. البته بکنم سیر نشه ولی خب سیب و فلافل مامان پز مشاهده میکنین. یعنی من 3 روز دارم میام دانشگاه و هر 3 روز کارم انجام نشده. البته اینکه خودم دیر میام یه علت نیست، ولی یه روز من دیر میام یه روز رئیس دانشگاه نیست. چه میشه؟ خب ما رفتیم برای کار اداری تجاری تو دانشگاه که نحوه کسب دانشگاه رو میبینیم. اما ادعاهامون اینجوریمون کرده. من چه مربوطه؟ من برو بشین خونه پس بچه داری تو نمیدم. خدا نگهدار. خدا بابای شوهرم هم در آوردن اینا. ای وای والا بگو از ولایت یک من هی میگم خانم این شماره نامه است، اصلا نگاه من نمی‌کنی. من الان نامه رو اومدم فقط اینجا پرینت بگیرم برم بزنم تو صورتش. 10 صبح تا حالا من اینجا. خیلی سخته بابا. خب ببین یه انرژی از من تخلیه میشه، یه انرژی از تو لامصب. یه ذره تکون بده کار کن. طبیعتا متاسفانه ندیدیم که اونم دیدیم. بریم الان ایست بعدی مسابقه دوم. وای مادر اف برم واقعا جهنم از نزنم بهش. بسم الله الرحمن الرحیم. ای وای خدا بس نمیدونم. بسم الله الرحمن. برو یاره دارم یا اول اسنداز یا حبیبی لا 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 لو الفداء لو الكلام تنسى الألام كما عاشق ولا عاشق. خب چپی میخوایم بریم جای دوم برای مصاحبه کاری. فقط اینجا یه فرقی داره. اونم فرقش اینه که اینجا قبلا مهدودک خودم بودم. وقتی من بچه بودم حدود 20 سال پیش میومدم اینجا و مهدودک درسی نمی‌خوندم، بازی میکردم. همچنان همون عوض نشده. من اصلا مصاحبه‌ام برگشتم بهم گفتن دوباره تماس میگیرن. من اینجا فکر نکن. من واقعا جغرافیام افتضاحه. توی اتوبان هم که داغون. بعد این چند وقت که ویز خراب بود ای دعا میکردم و خب واقعا درست میشد با دعا. نمیدونم طول مسیر درست میشد. بعد من از یه جایی پیچیدم، اشتباه پیچیدم. بعد میرفتم یه جای دیگه. بعد اصلا من انداخت توی اتوبان. بعد رفت سمت کردستان و ولیعصر و اینا. ولی سمت سئول و ونک و اون طرف کار داشتم. بعد زد سئول مثلا اون طرف جنوب. گفتم آها بذار اینو بپیچم نرم کردستان ولیعصر. خلاصه که هیچی دیگه آبجیتون شانس آورد. درن و احساس میکنم که توی جغرافیا پیشرفت کرد. خب بچه غذای خونه کفاف نداد و شیطون منو گول زد. اومدیم کجا؟ پاستا. خدا بچه
نیستی من چند وقت دارم میخواست بیاد پاستا. اون موقع که عین این 2 سالی که آمریکا بودم گفتم فیلماشو میدیدم بعد دلم میخواست بیام اینجا، گفتم که الان بهترین وقتشه بری که بریم. اینجا دارم پاستا رو آماده میکنم، خود مدل پاستا. خب ببینیم چی توشه. ما از پاستا یه دونه پاستا گرفتیم. اوه چند واقعا داشتن سوخت که توی مرداد ماه سال 1404 شد 240,000 تومان. ببینیم چه بویی داره. یه جوری خود شبیه ماکارونیه، روش گوجولوه آقا، روش پنیر ریختن اینطوریه، نمیاد بالا، یکش درست‌تر بود و بادمجونش اصلا کم شده. آره خلاص بفرمایید نوش جان، جای شما خالی. بازم دلم حوض کرده و شکل بازم منو گوزه میخوام اینو بگیرم، همه موسیرشه، خیلی وقت دنبالشم و خب مثلا میگه رژیمم ولی خب اشکال نداره، حالا یه دفعه که چیزی نیست. یکی اینجا هندونه خیرات کرده، نه به نظر خراب نمیاد ولی ها که هندونه شو بشنیم نمیترسی نبینی برای دیدن تو، یه روز از درد دلتنگی بمیرم. وای این آهنگه به به. لو قل لك إني بحبك الحب شوية عليك، لو ثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك، ضمني خليك ويايا. وای اینو چقدر روند شده. 2 تا 2 2 تا 9 2 تا 4 2 4 تا 2 تا 4 تا. خب اومدیم جایگاه سوخت بنزین بزنیم. بنزینمون تقریبا نصف شده. ببینیم چقدره. تنها چیزی که الان تو اینا واقعا ارزونه همین بنزین فعلا که اون احتمالاً چشش میزنم و گرون میشه یهویی و با کارت سوخت میزنیم. حالا ببینیم که چی میشه. واقعا تو رو خدا ببین چقدر ایران خوب و ما اومدم بنزین بزنم با یه هزینه ناچیز شد یه چیزی دادم و بنزین گرفتم و خدمات گرفتم. ایران خیلی خوبه. چی حالا ما تو آمریکا میرفتیم ادای مستقلا رو در می آوردیم خودمون بنزین میزدیم. البته که خیلی خوب آدم خودش کاراشو انجام بده ولی خب احساس می‌کنم خدمت گرفتن، خدمات گرفتن یه چیز دیگه است واقعا. این خدمات آرایشی، بهداشتی، نمیدونم همین بنزین، این چیزا توی ایران واقعا هم خیلی ارزون‌تره هم خیلی به‌صرفه‌تره. اصلا اونجا همچین چیزی نیستش که انجام بده. یعنی من یه چیزی هم که دیدم تو پارک آبیای آمریکا مثلا این تویوب‌های ورزشی هست 4 نفره 2 نفره که سوار سرسره میشی، اونا رو مردم باید مثلا چند طبقه به خودشون با پلا ببرن بالا. یعنی انگار یه جور سیستمش اینطوریه که مثلا باید تو مستقل باشی و خودت کارتو انجام بدی. حالا فرق نمی‌کنه کجاست و چی کار باشه. خلاصه که جالب و عجیبه. عزیزم بخندی بشم محو صورت ماهت، دوست دارم کی بوق داره میزنه اما اون اشکاتو نبینم. آقاه بد نگاه کردم میخوام دستاتو بگیرم. این جورابا چند خوشگل و رنگی رنگی. خب من خیلی جنگی برم شهر کتاب فرشته که بولت جورنال بگیرم. امیدوارم اونی که دوست دارم رو بتونم پیدا کنم. مرسی بای. از بین اینا شده نمی‌بینم ولی اینم داشتم قبل. نه اینو نمی‌بینم. خرید نهایی انجام شد 406 تومن بعد پول جورنال. چه خبره؟ تا امروز 700 تومن خریدن. پول پشتی آقا رو چی با آمده است. این همون امارین آسه آخه یادش بخیر چقدر بازی میکنه. بیخیال
ولی 406 نه راستش خیلی دوست نداشتم اینو، ولی رنگ دیگه ای نداشت و خب تمیز نبود، ولی خب خوبه دیگه. انشالله خودم بول جورنال درست کنم، چیز کنم، منتشر کنم. من آدم به شدت تابستونی بودم، ولی با این حساب و گرمای 42 درجه دیگه واقعا به شدت و بی‌صبرانه مشتاق فرارسیدن آغاز ماه مبارک پاییز هستم. با تشکر. خدافظ. چجوری بدونم پاسداران؟ چی بزنم؟ یادش بخیر یه زمانی خودمونم پشت این ماشینا بودیم. زمان چقدر زود میگذره. شیرینیه یاد که چاق نمی‌کنه دوستان، مگه در خریده؟ تازه بعد از نمیخوام بخورم. خب ما تا الان یه جلسه ای بودیم با دوستان و یه سری از دوستانمون رسوندیم. الان داریم میریم خونه، احتمالا بریم روزه و صبحمون رو شب کردیم. خدا شکر که واقعا روز بسیار بی‌نهایت جذاب و خوب و پربرکتی بود. ماچ بهت بزنم. خدا من قسم من خدا تضمین میکنم